مقامات انتظامی به تهیه رویخط آن شهروندان تاجیکستان آغاز کردند که از جانب روسیه یا اوکراین در جنگ میان این دو کشور اشتراک میکنند. این تصمیم به گفته دو منبع آگاهی رادیوی آزادی پس از دعوت به تأسیس به اصطلاح بتالیون تاجیکی از جانب میخائیل ماتویف، یک وکیل پارلمان روسیه، جدی‌تر گرفته شد. و دعوت کرد که باید برای شرکت در جنگ اوکراین به گفته او بتالیون تاجیکی تأسیس داده شود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است. میرزانبی سلام، به چی دلیل می شود گفت مقامات در تاجیکستان موضوع جلب تاجیکان را در جنگ اوکراین حالا جدی گرفتند؟ سلام خیرامان، سلام بینندگان گرامی. منبع‌های رادیو آزادی گفتند در جلسه 2 هفته پیش مقامات باری اول به خلاصه آمدند که من بعد شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب میشوند روی خط کنند، نامنویس کنند. پیشنهاد شده است که ضد آنها برای اشتراک در جنگ کشورهای خارجی پرونده باز شود. مقامات تاجیکستان تا کنون آشکارا در مورد حمله روسیه به اوکراین موقع گیری نکردند، ولی در آغاز این جنگ بدون نام بردن از کشور تنها با اشاره هشداری داده بودند که اشتراک در جنگ‌های کشورهای خارجی جنایت شمرده می شود. معلوم نیست چی شماری از شهروندان تاجیکستان در این جنگ اشتراک میکنند، اما هلاکت دهها شهروند تاجیکستان از جمله محبوسان تاجیک در جنگ رسانه شده است. خیرامان؟ بله، و این جلسه کدام نتیجه عملی داده است؟ بله، نزدیکان 2 محبوس تاجیک که از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین جلب شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با آنها نمایندگان کمیته دولت امنیت ملی در ولایت ختلان صحبت کردند. با گفته آنها نمایندگان مقامات از آنها مشخصات نزدیکانشان را پرسیدند. مقامات تصمیم باز کردن پرونده علیه تاجیکانی که از جانب روسیه یا اوکراین جنگ میکنند رسما شرح ندادند. با مکتوب ما در این باره سفارت تاجیکستان در روسیه پاسخ نداد، ولی در سفارت اوکراین گفتند که تا کنون حضور هیچ شهروند تاجیکستان در جنگ از جانب این کشور ثبت نشده است، هرچند زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین هستند در جنگ قرار دارند. تشکر. میرزانبی خالقزاد هم صحبتی ما بود در مسئله واکنش مقامات تاجیکستان به شرکت شهروندانشان در جنگ اوکراین. روسیه ماه فوریه سال گذشته به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. ظاهرا جنگ روسیه در اوکراین به بنبست روبرو شده است و مقامات روس تلاش دارند با جلب مهاجران به جنگ جای سربازان مجروح و هلاک شده خود را پر کنند.